الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم حدوداً 1 سال مونده تا انتخابات سال 2024 آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری که قاعدتاً بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برگزار میشه. من تو این ویدیو میخوام خیلی کوتاه و خلاصه براتون توضیح بدم که تفاوت این دو حزب با هم چیه. یکم درباره ریشه تاریخیشون حرف میزنم و براتون توضیح میدم که هر کدوم از این دو تا حزب چه نگاهی به نوع حکومت داری دارن. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که دونستن جزئیات انتخابات آمریکا یا دونستن جزئیات اینکه این حزبای آمریکا چجوری فکر میکنن چقدر مگه مهمه. واقعیتش اینه که به نظر میرسه یکی از مهمترین انتخاباتایی که در دنیا برگزار میشه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. جدا از اینکه ما چه قضاوتی نسبت بهش داشته باشیم، خیلی مهمه که بدونیم این فرایند چجوری انجام میشه. بعدم اینه که این حزب‌ها لزوما اینطوری نیستش که ما بتونیم خیلی راحت اینا رو از هم تفکیک کنیم. ممکنه بعضی از آدم‌ها باشن که با سیاست‌های خارجی مثلا حزب دموکرات موافق باشن، با سیاست‌های اقتصادیش مخالف باشن، یا درباره مسائل اجتماعی نظرشون به یکی از این گروه‌ها نزدیک‌تر باشه. برای همین خیلی مهمه که ما بدونیم توی حوزه‌های مختلف اینا هر کدوم چه نظری دارن، چه ایده‌ای دارن و وقتی که در مورد دموکرات یا جمهوری خواه صحبت می‌کنیم درباره چی داریم صحبت می‌کنیم. من علی هجوانی ام و اینجا کانال ژورناله. اگه بخوایم درباره تفاوت‌های جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها صحبت بکنیم توی امریکا، راه‌های مختلفی برای شروع بحث هست. میشه مثلا رفت سراغ مورد به مورد. مثلا فرض کنید ببینید که در مورد سقط جنین، درباره محیط زیست، درباره نحوه مالیات گرفتن، اینا مثلا چه فرقایی با هم دارن. ولی به نظرم میرسه یک راه خوب برای اینکه ما بتونیم دقیقاً تو ذهن اونجا بیفته ببینیم اینکه فلسفه حکومتداری هر کدوم از اینا چقدر با هم تفاوت داره. مثل خیلی از موضوعایی که من توی کانال ژورنال دربارشون صحبت می‌کنم، یکم باید بریم سراغ تاریخچه. اول هم بریم سراغ دموکرات‌ها، به خاطر اینکه دموکرات‌ها حزبی هستند که قدیمی‌تر از جمهوری خواهند. باید بریم به اواخر قرن 18 میلادی و اونجا ببینیم که یک جنبش هایی که داره انجام میشه به کجا می انجامه که دموکرات ها تشکیل میشن. خب توی اون دوران ایالات متحده از بریتانیا مستقل شده. ما دو تا نگاه اصلی داریم برای اینکه سرنوشت آینده آمریکا رو بخواد تعیین بکنه. یک نگاه اون نگاهیه که میگه این ایالت ها باید با هم متحد بشن. یک نگاه اون نگاهیه که میگه نه، اتفاقا قدرت هر ایالت باید بیشتر باشه. این یکی از اصلی ترین تفاوت هایی که شاید تا هنوز هم توی نگاه خیلی از سیاستمداران در آمریکا وجود داشته باشه. به این قدرت مرکزی، به این حکومتی که قراره بر همه ایالت‌ها حکومت بکنه، در اصطلاح میگن فدرال. این دموکرات‌ها یک شاخه‌ای بودن از این ضد فدرال‌ها، یعنی کسانی که با این قدرت مرکزی مشکل داشتن، بیشتر دوست داشتن که ایالت‌هایی که هستن قدرت داشته باشن. اینها پس میان انشعاب ایجاد میکنن، از اون ضد فدرال‌ها جدا میشن و خودشون یک حزبی رو تشکیل میدن به اسم حزب دموکرات جمهوری خواه. این حزب کی تشکیل میشه؟ سال 1792 میلادی. حالا البته یک تغییراتی در طول تاریخ رخ میده برای این حزب، ولی با اغماض میشه گفت این حزب دموکراتی که امروز ما در آمریکا داریم میبینیم در واقع همون ادامه اون حزبی که در اون سال تشکیل شد. این از دموکرات‌ها. بریم سراغ تاریخچه جمهوری خواه. جمهوری خواه یه مقدار بعد از دموکرات‌ها تشکیل میشه حزبشون. باید بریم به سال 1854 میلادی. اون سالها در آمریکا چه اتفاقاتی داره میفته؟ کلا بحث اصلی مبارزه‌های علیه بردهداری. این جنبش ضد بردهداری خیلی مسئله مهمیه و اینها موفق میشن ابراهام لینکلن رو به قدرت برسونن. اینجاست که حزب جمهوری خواه تثبیت میشه در تاریخ آمریکا. پس اینها هم در میانه قرن 19 شکل میگیرن. به مرور دیگه اینها میتونن خودشون رو توی جریان سیاسی ایالات متحده به عنوان یک حزب قدرتمند تثبیت بکنن و از اون ور دیگه این دموکرات ها هستن که میان خودشون رو در واقع با حزب جمهوری خواه تعریف میکنن. یعنی میگن که حزب جمهوری خواه مثلا چه عقایدی داره، چه نگاهی داره، چه نظری داره. اینها یه مقداری به لحاظ فکری، به لحاظ سیاسی نگاه‌های چپ‌تری مثلا دارن به ماجرا. این تفاوت اولیه‌ایه که بین جمهوری خواها و دموکرات ها در امریکا وجود داره. من تو این کانال البته یک ویدیوی مفصلی درباره این مفهوم چپ و مفهوم راست ضبط کردم، توضیح دادم که اینا چه فرق‌های دقیقی با هم دارن، ولی به صورت مشخص یک تفاوت مهمی که بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها در ایالات متحده وجود داره نگاهشون به اقتصاده. اقتصادی که دموکرات‌ها بهش معتقدن بیشتر شبیه به اقتصادهای چپ، اقتصادهای سوسیالیستی. البته توجه بکنید من دارم درباره ایالات متحده صحبت می‌کنم، یعنی وقتی میگم سوسیالیسم یهو ذهنتون مثلا به سمت چین 50 سال پیش نره. در اون فضای سرمایه‌داری، در اون فضای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری، اینها گرایششون یعنی سوی نگاهشون بیشتر
به سمت چپ. آدم خیلی مهمشون هم که خیلی در تاریخ تاثیرگذار بوده، اینها رو تونسته با موفقیت مثلا یک دوره‌ای رو بگذرونه، آقای روزولت بوده، فرانکلین روزولت، که بعد از اون رکود بزرگ یک سری اصلاحاتی رو در اقتصاد ایالات متحده انجام میده، یک سری کمک‌های دولتی رو میکنه برای کار، برای اجتماع، و تلاش میکنه برای اینکه ایالات متحده رو بتونه از اون وضعیت رکود بزرگ خلاص بکنه. من تو یک ویدیو دیگه هم درباره این رکود بزرگ صحبت کردم. خیلی این قصه تاریخچه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها در واقع یک جوری مرور تاریخ سیاسی ایالات متحده است. این هم یک نکته مهمیه که ما بهش توجه کنیم که چرا مهمه که ما تاریخ این دموکرات و جمهوری‌خواه رو بدونیم. پس خلاصه جمهوری‌خواها آدم‌هایی بودن که یه مقدار نگاه‌های راست‌تری داشتن، دموکرات‌ها تلاش می‌کردن خودشون رو با نگاه‌های چپ‌تری تعریف بکنن. تفاوت اصلیشون پس چیه؟ دموکرات‌ها توی اقتصاد بیشتر معتقدن که یک جاهای لازمه که دولت بیاد دخالت کنه توی بازار. جمهوری‌خواها ولی میگن نه، این بازار آزاده که باید تصمیم بگیره، دولت نباید دخالت بکنه. این پس شد یک فرق مهم. به لحاظ فلسفه سیاسی و نگاهشون به سیاست اینها چه تفاوتی با هم دارن؟ جمهوری‌خواها بیشتر معتقدن که یک آدمی این آزاده، خودش میتونه برای خودش تصمیم بگیره، کسی حق نداره دخالت بکنه. مثلا فرض بکنید توی سالهای گذشته قانونی که اجبار میکرد یا بعضی‌ها رو مجبور میکرد که برن واکسن بزنن، اینها باهاش مخالف بودن، میگفتن اصلا به حکومت و به هیچ کسی بیرون از این خود اون فرد ربطی نداره که برای بدن این بخواد تصمیم بگیره و مثلا مجبورش کنه که بره واکسن بزنه. برعکس دموکرات‌ها این نگاه رو دارن که یک جاهایی مهمه که حکومت بیاد و ماجرا رو مدیریت کنه و این باعث عدالت میشه. دلیل این اصراری که دارن به این مسئله اینه که احساس میکنن با این کار عدالت رو میتونن بیشتر برقرار کنن، ولی اون دغدغه‌های عدالت کمتره به نسبت توی نگاه جمهوری‌خواه. پس اینم تفاوت فلسفه دموکرات و جمهوری‌خواه. دموکرات بیشتر توجه داره به برابری و عدالت، جمهوری‌خواه بیشتر توجه داره به آزادی‌های فردی. این حالا البته خیلی تعریف کلیه، ولی واقعیتش اینه که با همین دوتا تعریف ما میتونیم شروع بکنیم و ببینیم این فرق‌ها دقیقاً با هم چیه. از همینجا اصلا میتونیم شروع کنیم مسئله نقش حکومت رو و تفاوت نگاه در جمهوری‌خواه و دموکرات رو ببینیم. دموکرات‌ها به صورت کلی بیشتر معتقدن که حکومت باید دخالت بکنه، حکومت باید حضور داشته باشه، حکومت باید تصمیم گیری بکنه و اگر این کارها رو درست انجام بده میتونه باعث بشه که همه چیز قدرتمندتر بشه، همه چیز قانونمندتر بشه، جامعه شکوفاتر بشه. کلا یک نگاه اینطوری داره، هم در مسئله داخلی ایالات متحده، هم حتی در مسائل بین‌المللی. یعنی دموکرات‌ها مثلا معتقدن که ایالات متحده وظیفه داره و در واقع این شرایط باید وجود داشته باشه که بره مثلا یک جایی و شروع بکنه به مذاکره کردن، یک مناقشه‌ای رو حل بکنه. جمهوری‌خواها بیشتر تو فضای بین‌المللی میگن با به ما چه ربطی داره، ول کن، بذار ما کارخونه‌هامون تو کشور خودمون باشه، خودمون هم همونجا با هم کار می‌کنیم، دوره هم مثلا ما دلیلی نداره که خودمون رو دخالت بدیم در مسائل دنیا. پس این یک تفاوت نقش حکومتیه که دموکرات‌ها با جمهوری‌خواه دارن. دموکرات‌ها دوست دارن که حکومت بیشتر نقش بازی کنه. از این وقت جمهوری‌خواها برعکس فکر میکنن، میگن هر چقدر که میتونی دولت رو کوچیک‌تر بکن، تعداد آدم‌های کمتری در دولت باید باشن. هر چقدر دولت بزرگتر باشه معتقدن که منابع بیشتری رو اسراف میکنه، بعد پروژه‌ها کند جلو میره، اصلا به درد نمیخوره و هی فکر میکنن که این هر چقدر که دولت کوچیک‌تر باشه معتقدن که این قدرت کمپانی‌ها بزرگتر میشه و این کمپانی‌ها خودشون در یک بازار آزادی میتونن به این نقطه برسن که شروع بکنن شکوفایی ایجاد بکنن و جامعه رو پیش ببرن. خیلی هم مثال‌های زیادی براش هست برای اینکه نشون میده این نگاه درستی میتونه باشه. یعنی شما قراردادهای دولتی رو میبینید، از قراردادهای ناسا، از قراردادهای مثلا راهسازی، قراردادهای مختلف، که میبینید که چقدر این که دولت توی اینا داره دخالت میکنه باعث شده که این مشکلاتی ایجاد بکنه، انتقادهایی باشه و اون جاهایی که کار سپرده شده به بخش خصوصی در چه شرایطی تونسته شرایط رو بهتر بکنه. هرچند که این مطلق نیست. دموکرات‌ها هم خیلی مثال‌های زیادی دارن که نشون میدن اون جایی که دولت تونسته دخالت بکنه. مثلا فرض بکنید که اینترنت یک پدیده‌ایه که حکومت پشتش بوده که تونسته در ایالات متحده شکل بگیره و بره جلو. این نگاهی که به دانشگاه‌ها وجود داره، اینا همه مثال‌های اونوریه. دموکرات‌ها اینا رو هی مثال می‌زنن که ببینید وقتی که ما میایم بودجه می‌ذاریم، دولت میاد روی دانشگاه‌ها نظارتی داره و سیاست‌های کلی رو براش داره تعیین می‌کنه، چقدر این به مرور میتونه به ایالات متحده کمک بکنه. از اون ور جمهوری‌خواها نگاه برعکسی دارن.
یه مثال خیلی واضحش تفاوت نگاه دموکرات هاست به مسئله محیط زیست و صنعت و جمهوری خواها. یعنی چی؟ یعنی دموکرات ها خیلی میگن که باید حواستون به محیط زیست باشه، وقتی که میخواید یک صنعتی رو گسترش بدید، میخواید یک خط لوله‌ای بکشین، یک راه آهنی بکشین، خیلی باید ملاحظات محیط زیستی داشته باشید. از اون ور ولی جمهوری خواها میگن اصلا به حکومت ربطی نداره، اینا میان خودشون بررسی میکنن، شرایط رو میبینن و کار درست رو انجام میدن. اونقدی ما این دغدغه نباید داشته باشیم، به خاطر اینکه این نگاه‌ها و این دغدغه‌های زیست محیطی در واقع در یک نگاه طولانی مدتی باعث میشه که جلوی رشد اقتصاد گرفته بشه، آدم‌ها فقیرتر بشن، شرایطشون سخت‌تر بشه. اجازه بدید بسازن، برن جلو، کار بکنن، آدم‌ها همه ثروتمندتر بشن و این به مرور و در دراز مدت به نفع ماست. یه مثال خیلی معروفی که همیشه بحث هست بین جمهوری خواه و دموکرات، این برنامه‌های تغذیه‌ای هستش، کمک‌هایی که انجام میده دولت به افرادی که کم درآمدن برای تغذیه. جمهوری خواهان میگن این روشی که شما دارید انجام میدید درست نیست و دولت نباید تو این دخالت بکنه و شما دارید منابع زیادی رو حروم میکنید. به جای این منابع رو بیارید اختصاص بدید به کمپانی‌های خصوصی، در مجموع وضع همه مردم بهتر میشه، اصلا مشکل تغذیه هم از بین میره. ببینید دو تا نگاه مختلف داریم. دموکرات‌ها ولی موافقن، میگن که ما باید به صورت مستمر جدای از اینکه اینا چه شرایطی دارن، به صورت دائم غذا بدیم به آدم‌هایی که فقیر هستن و غذای اینها رو بتونیم تامین کنیم، به خاطر اینکه وقتی غذاشون تامین باشه بسیاری از مشکلات حل میشه. یک چیز جالبی هم که توی نگاه دموکرات‌ها وجود داره، مثلا میتونید توی این مناظره‌های انتخاباتی نگاه بکنید. حالا هم الان که من دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم مناظره‌های انتخاباتی درون حزبیه، یعنی قراره هر حزبی نماینده خودش رو پیدا بکنه، معرفی بکنه. هم ببینید توی این بحث‌های انتخاباتی که بین خودشون دارن و هم بعدتر که حالا نامزدهای دو حزب با هم مناظره خواهند داشت، چقدر این نگاه با هم فرق میکنه. اونم نگاه به مسئولیت فردیه. دموکرات‌ها خیلی آدم‌هایی هستن نوع نگاهشون اینطوریه که میگن طرف باید مسئولیت فردی داشته باشه. یک آدمی اگر خیلی داره پول در میاره، اگر خیلی وضع خوبی داره، اگر از این جامعه‌ای که وجود داره خیلی نفع زیادی میبره، بنابراین باید سهم بیشتری هم داشته باشه، باید مسئولیت بیشتری هم داشته باشه، باید مالیات بیشتری هم بده. این قصه مالیات یکی از مهمترین و شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ایه که تفاوت عمده نگاه دموکرات و جمهوری خواهه. این دموکرات‌ها خیلی معتقدن که فرم مالیات رو ببرید به سمت اینکه ثروتمندها بیشتر مالیات بدن، شرکت‌های بزرگ بیشتر مالیات بدن. جمهوری خواهان میگن این کارهایی که شما دارید میکنید جلوی رونق اقتصادی رو میگیره. من خیلی دوست دارم اگر شما به هر کدوم از این نگاه‌ها بیشتر علاقه دارید یا فکر میکنید، نظری دارید، همین وسط ویدیو بگم، این پایین میتونید کامنت بگذارید، اینجا شروع کنید با هم صحبت کردن، ببینیم نظرات در چه حوزه‌ای، که خیلی بحث طولانی و پرسابقه‌ای، بحث امروز و دیروز نیست و در آینده هم این بحث ادامه داره. خیلی نکات جالبی هر دو طرف درباره این موضوع میگن و به نظری که دارن و نگاهی دارن یک جوری نگاه میکنن، درباره‌اش صحبت‌هایی میکنن که به نظر من بحث‌های خیلی خوبیه و این ویدیو و این بحثی که ما داریم درباره تفاوت بین جمهوری خواها و دموکرات‌ها میکنیم یکی از این بحث هاست و یکی از این تفاوت‌های جالبیه که به نظرم وجود داره. من حالا البته طبیعتاً در استاندارد یک ویدیوی کوتاه یوتیوبی دارم اینا رو توضیح میدم. اینا هر کدومش بحث‌های خیلی مفصلیه، کتاب‌های زیادی دربارش نوشته شده، آدم‌هایی که میخوان خیلی دانش زیاد و دقیقی در این زمینه داشته باشن میرن توی دانشگاه، توی یک رشته خاصی. مثلا یک آدمی رو می‌بینین 20 سال 30 سال کارش فقط به صورت شبانه روزی بررسی کمپین‌های انتخاباتی جمهوری خواه است. این خودش اصلا یه رشته‌ایه و تعداد زیادی آدم اصلا تخصصشون در حوزه سیاست اینه. من خیلی تیتروار سعی می‌کنم رد شم، ولی واقعیتش اینه که سعی می‌کنم خوب توضیح بدم که دقیقاً این مطلب جا بیفته که این تفاوتاشون چیه. به صورت خاص یک مثالی که میتونیم بزنیم درباره بودجه‌های نظامی، نگاه و تفاوت اینها در نگاه به بودجه نظامی. اگه برید سراغ جمهوری خواها می‌بینید که اینها خیلی در تاریخ بیشتر تمایل داشتن که ماجرا بره به سمت بودجه‌های نظامی، ارتش آمریکا بیشتر کمک بکنن و مشکلاتی که ایالات متحده داره هم بتونن از طریق نظامی حل بکنن. یعنی مثلا ایدهشون اینه که یک سری تروریست‌هایی در منطقه خاورمیانه هستن و راه حل از بین بردن اینها این نیست که ما بریم با اینا مذاکره بکنیم، با اینا کنار بیایم، مثلا اینا راهشون نیست. راه حل اینه که ما لشکرکشی کنیم، ارتش امریکا و ناتو رو اینا رو برداریم ببریم، با اینا بجنگیم، اینا رو نابود کنیم. ایدهشون درباره حل مشکلات یک مقداری ایده میلیتاریستیه به نسبت دموکرات‌ها. دموکرات‌ها میگن نه، ما یک چیز داریم به اسم دیپلماسی. منظورشون از دیپلماسی گفتگوئه، یعنی که بشینیم دو جانبه چند جانبه با هم گفتگو بکنیم. من درباره این مسئله گفتگوهای دو جانبه چند جانبه هم توی ویدیو سازمان ملل توضیح دادم براتون، میتونید اونجا ببینید این ویدیو رو. اینها بیشتر نگاه‌های اینفورمی دارن، سری برن سراغ سازمان ملل، سری دموکرات‌ها دوست دارن که یک گروهی تشکیل بشه، همه بیان بشینن دور هم حرف بزنن، مسئله رو دیپلماتیک حل کنن. نظرشون اینه که جنگ به هر حال مشکلات خیلی زیادی رو همراه خودش داره. ولی جمهوری خواه از اون ور میگن که نه، اتفاقا شما وقتی جنگ بکنی مسئله رو تمومش می‌کنی.
بکنی. اینم خیلی بحث‌های زیادی دربارش وجود داره. یک سری مخالفان خیلی جدی داره، یک سری هم موافقان جدی داره. تفاوت دیگه هم درباره نگاه به حقوق اقلیت هاست. یعنی دموکرات‌ها معتقدن که ما باید اقلیت‌ها رو بیشتر به رسمیت بشناسیم. مثلا درباره حقوق همجنسگرایان خیلی بحث میکنن توی سالهای اخیر. ولی از اون ور جمهوری‌خواها میگن که این قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان توی ایالات متحده این برخلاف آزادی‌های مذهبی، خیلی با این موضوع موافق نیستم. من البته دوباره باید تاکید بکنم وقتی درباره ایالات متحده صحبت می‌کنیم، مثلا میگیم که جمهوری‌خواها نگاهشون اینطوریه نسبت به وضعیت ازدواج همجنسگرایان، اینطوری نیست که فکر کنین اینها مخالفت خیلی شدیدی همشون داشته باشن. بخش‌های زیادی از این جمهوری‌خواها کاملا این مسئله رو پذیرفتن. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا این مسئله قانونیه که اینا با هم ازدواج بکنن، ولی به هر حال وقتی که اینها رو با هم مقایسه بکنیم می‌بینیم که بیشتر دموکرات‌ها دغدغه‌شون اینه که این مسئله رو بتونن حل کنن و جمهوری‌خواها این دغدغه رو کمتر دارن. باز هم تاکید میکنم که این مسئله در فضای سیاسی و فکری ایالات متحده این تفاوت توش وجود داره. در این حد که الان اصلا بحث اصلی که شاید وجود داره درباره حقوق اقلیت‌ها دیگه بحث همجنسگرایان نیست، بحث اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دیگه‌ایه که حضور دارن توی ایالات متحده. قوانینی که در مورد اینا تصویب میشه، بحثایی که هست بیشتر به اون سمت. مثلا در مورد ترنس ها این وجود داره و حالا بحث‌های مختلفی درباره اینکه اینها چه حقوقی دارن. دموکرات‌ها بیشتر معتقدن که باید حقوق اختصاصی به اینها داده بشه، حقوق اجتماعی منظورم، ولی جمهوری‌خواها یه جاهایی میان این قوانین رو ملغا میکنن. خیلی خلاصه این بحث الان توی این سطح داره در ایالات متحده دنبال میشه. مالیات هم یک فرق خیلی مهمیه، اشاره هم کردم قبلا بهش. یکی از اصلی ترین جاهایی که میتونید ببینید نگاه اقتصادی جمهوری‌خواه و دموکرات چه فرقی با هم داره توی مسئله مالیات. خب توی ایالات متحده تا درآمد $10,000 10% مالیات میدن، ولی اگر این درآمد بره بالای $420,000 39.6% از این درآمد رو باید مالیات بدن افراد. دموکرات‌ها میگن این رو ما باید بیشترش بکنیم، یعنی هر چقدر که یکی درآمدش بیشتره درصد مالیاتی که از اون درآمد میده باید بیشتر باشه. جمهوری‌خواها میگن نه، مثلا همه باید 1% ثابتی از درآمدشون رو مالیات بدن. در واقع میگن که باید مالیات کمتر داده بشه. دلیلش هم اینه که معتقدن هر چقدر که دولت کوچیک‌تر باشه بازار قدرت بیشتری پیدا میکنه، اقتصاد شکوفاتر میشه و شما هر چقدر که پول بیشتری به مالیات بدی خب باعث میشه که دولت هی استخدام کنه، هی بزرگتر بشه، هی بودجه بذاره و این میاد جلوی رشد اقتصادی رو میگیره. یه همچین نگاهی توی مالیات هم وجود داره. یه استدلال خیلی مهم دیگه‌ای هم که جمهوری‌خواها میکنن برای مالیات اینه که میگن وقتی که تو درآمد بالاتر رو داری ازش مالیات بیشتری میگیری، انگار ناخودآگاه داری جریمه‌اش میکنی. داری میگی تو اگه موفق‌تر باشی، اگه پول بیشتری درست بکنی، اگه کار بیشتری درست بکنی، جریمت انگار اینه که بیشتر مالیات بدی. برای همین اینا خیلی انگیزه‌ای ندارن و این جلوی رشد رو میگیره. اینم یکی از استدلال‌های خیلی مهمیه که جمهوری‌خواها باهاش میرن جلو و خیلی وقتها مخالفت میکنن با قوانین مالیات. حالا البته توجه بکنیم موضوع این ویدیو من تفاوت بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها، یعنی اگر یک ویدیو دیگه بخوام ضبط بکنم درباره شباهت اینها، خیلی اینها در مسائل مختلفی با هم یکسانند، با هم شباهت دارن. یکی از جاهایی که میشه گفت اینا خیلی با هم شباهت دارن به صورت کلی درباره سیاست خارجیه. یعنی ممکنه به هر حال ما نگاه بکنیم به ایالات متحده و یک جزئیاتی رو ببینیم، ولی واقعیتش اینه که یک اصولی در سیاست خارجی ایالات متحده است که اینا خیلی این دو تا حزب با هم مشکلی سرش ندارن. مثلا اینکه اینها متحد بریتانیا هستن، این یک چیز تاریخیه و همیشه ایالات متحده تحت هر شرایطی که از متحدان اصلی بریتانیا بوده. یا مثلا اینا همیشه با فرانسه رابطه خوبی داشتن. حالا ممکنه رئیس جمهور به رئیس جمهور توی شرایطی با تغییر احزاب توی بریتانیا یا فرانسه این شرایط یه مقدار تغییر کنه، ولی به صورت کلی نمیشه گفت که توی یک دوره تاریخی ما داشتیم که اصلا ایالات متحده شروع کرده علیه بریتانیا فعالیت کرد. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. چه دموکرات سر کار بوده، چه جمهوری‌خواه سر کار بوده، اینها سیاست یکسانی تقریبا در مقابل این موضوع داشتن. یا مثلا توی منطقه خاورمیانه به صورت کلی اینا همیشه طرفدار اسرائیل بودن، با بحرین شرایط خوبی داشتن، با عربستان سعودی شرایط خوبی داشتن. این رو ما همیشه به صورت کلی داشتیم می‌دیدیم، ولی طبیعتاً می‌دونیم که شخص اوباما وقتی که روی کار بود اونقدی با شخص نتانیاهو روابط خیلی نزدیکی به نسبت بقیه روابطی که ایالات متحده و اسرائیل داشت نداشتن. یا مثلا یه چیزی که خیلی هممون خوب میدونیم درباره برخورد با ایران، یعنی ایالات متحده در زمان دموکرات‌ها به صورت سنتی خب بیشتر تمایل داره به این سمت که وارد بحث‌های دیپلماتیک بشه، شروع کنه مذاکره بکنه، ولی خب جمهوری‌خواه خیلی اینطوری نیستن. مثال خیلی روشنه برجامی بود که دولت اوباما تایید کرد و بعدش اون اقدامی بود که دونالد ترامپ انجام داد و گفتش که ایران پایبند نبوده به این کارها و در واقع برجام رو به نوعی پاره کرد و از بین برد. این یک نگاه حالا تفاوت‌های ریزیه، ولی به صورت کلی ما میتونیم ببینیم توی این 40-45 سال نگاه ایالات متحده به جمهوری اسلامی
چه شکلی بوده. توی خود آمریکای جنوبی همین مسئله مهمه، نگاه ایالات متحده، نگاه جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها به کشوری مثل کوبا. دموکرات‌ها کلاً معتقدن برای اینکه ایالات متحده ثبات بیشتری داشته باشه، امنیت بیشتری داشته باشه، رشد اقتصادی بیشتری داشته باشه، باید نزدیک بشه به دولتی که در کوبا هست و با اینها مذاکره کنه، به اینها نزدیکتر باشه. و جمهوری‌خواها از اون ور به شدت مخالفن با این مسئله و همیشه کمک کردن برای اینکه مشکل ایجاد کنن برای اون حکومتی که توی کوبا بوده. اینها یک سری بحث‌های داخلیه که وجود داره و این تفاوت‌ها رو توی سیاست خارجی آمریکا نشون میده. این ویدیو میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه و من شروع کنم در مورد موضوعات مختلف تفاوت‌ها رو بگم، ولی دوست دارم اینجا بیام درباره طرفداران این حزب‌ها هم صحبت کنم. این قرمز و آبی که دیگه کم کم توی خبرهای ایالات متحده می‌بینیم داره شکل میگیره، تلویزیونی که نگاه می‌کنیم نقشه رو نشون میده، یه جاهایی نشون میده اینا آبی ان، یه جایی نشون میده اینا قرمزن. یه خوردم دوست دارم درباره این ترکیب جمعیتی و ترکیب هواداران دو تا حزب صحبت بکنم. چیزی که باید بدونیم اینه که قرمزها جمهوری‌خواه هستن و آبی‌ها دموکرات. نقشه‌های ایالات متحده هم که نگاه بکنیم می‌بینیم اون اطرافش بیشتر ایالت‌های آبیه، کسایی که به دموکرات‌ها بیشتر رأی میدن. هرچی به سمت وسط میایم ایالت‌ها قرمز میشن، یعنی اونایی که به جمهوری‌خواها رأی میدن. این مسئله ایالت‌های قرمز و آبی و اینکه به صورت سنتی یک ایالتی به کی رأی میده یه خورده شبیه به آیین‌های مذهبی شاید دیگه شده در ایالات متحده. یعنی فرض بکنید ما توی یک منطقه‌ای در دنیا می‌بینیم که خب اینها نسل اندر نسل یک دینی رو، یک آیینی رو دارن. بچه‌هاشون که به دنیا میان مثلا فرض بکنید که بودایی ان یا مسیحی ان، خب همینجوری این ادامه پیدا میکنه. اینجا هم شبیه اینه. اینطوری نیست که یهو مثلا ما ببینیم که ایالت‌های جمهوری‌خواه یهو از فردا نسل بعدشون همه دموکرات بشن. این اتفاق نمیفته و ما تقریبا میتونیم ببینیم که به صورت سنتی، تاکید میکنم نه همیشه، تقریبا کدوم ایالت‌ها چه رأی‌هایی دارن. سال‌هاست که به صورت سنتی شمال شرق در ایالات متحده مال دموکرات هاست و همینطور سواحل غربی ایالات متحده اینها معمولاً به دموکرات‌ها رأی میدن. توی شهرهای بزرگ هم توی هر ایالت ما بیشتر می‌بینیم که دموکرات‌ها رأی میارن. جمهوری‌خواها ولی بیشتر رأی جنوب و مرکز ایالات متحده رو دارن. ترکیب جمعیتی اینها هم جالبه دیگه، یعنی کسایی که سنشون خیلی زیاده، مثلا دهه 30 به دنیا اومدن تا اواسط دهه 40 به دنیا اومدن، اینها مشخصاً به جمهوری‌خواها رأی میدن. از این تاریخ تا مثلا اوایل دهه 90 تقریبا نصف نصفه، یعنی این جمعیتی که تو این دوران به دنیا اومدن نصف نصف. از دهه 1990 بیشتر ما می‌بینیم که تمایل‌ها به سمت دموکرات‌ها. خیلی هم این نگاه یک وجه روانشناسی هم داره، یعنی ما می‌بینیم که آدم‌هایی که جوان‌ترن به برابری بیشتر احتمالاً علاقه دارن، آزادی‌های فردی رو کمتر فکر می‌کنن، لازم بیشتر فکر می‌کنن که جامعه مثلا دغدغه‌های اینطوری دارن. آدم‌هایی که سنشون بیشتره معمولاً آدم‌های محافظه‌کارتری هم بیشتر معتقدن که ما نباید بریم دخالت بکنیم، کار خودمون رو باید بکنیم، به کسی نباید کاری داشته باشیم، آزادی فردی رو باید تامین کنیم. دیگه از سال 1990 به اینور ولی بیشتر کسانی که به دنیا اومدن در ایالات متحده به دموکرات‌ها رأی میدن. این مسئله چرا مهمه؟ دلیلش اینه که وقتی شما بدونی یک گروهی بهت رأی میدن، واقعیتش اینه که اونقدر دیگه دلیلی نداره بری اینا رو قانع بکنی. مهم اینه که بری ببینی کیا به تو رأی نمیدن و توی لبه‌ای ان که با یه کاری ممکنه بیان به تو رأی بدن. ما به این ایالت‌ها میگیم ایالت‌های بنفش در اصطلاح، بعضی اینو به کار میبرن. مثلا میگن ایالت‌های خاکستری، یعنی نه سیاهن نه سفید. اینطوریه که اینا خیلی وقتا تعیین کنندن توی انتخابات و اتفاقا بیشتر کمپین‌های انتخاباتی میاد روی اینا تاثیر میذاره، چون اونایی که تکلیفشون روشنه خیلی با کمپین سیاسی نظرشون عوض نمیشه. اینجا دوست دارم یه توضیح خیلی مهمی بدم. یک مؤسسه تحقیقاتی هست به اسم PEW. این خیلی پژوهش‌های مختلف اجتماعی انجام میده، نظرسنجیایی میکنه. اینا اومدن سال 2021 بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها یک نظرسنجی برگزار کردن. خیلی سوال مهمی توش پرسیدن. گفتن که چی به زندگی شما معنی میده؟ چی باعث میشه که فردا صبح از خواب بیدار شید و زندگی رو باز هم ادامه بدید؟ این سوال خیلی مهمیه. جالبه که بسیاری از طرفداران جمهوری‌خواها و بسیاری از طرفداران دموکرات‌ها اولین چیزی که گفتن با هم ثابته. این خیلی خوب این تفاوت داره نشون میده به نظرم. اون چیز ثابت خانواده است و فرزندان. هر دوی اینها درصد خیلی بالایشون گفتن که زندگی ما تا حد زیادی به خانواده‌مون و به فرزندانمون وابسته است. این تفاوتی که ولی شروع میشه از اینجاست که دیگه دومین اولویتشون برای جمهوری‌خواها مذهبه و برای دموکرات‌ها بیشتر دوستان و روابط اجتماعی. خیلی جالب این تحقیق. من لینکش رو هم حتما زیر این ویدیو میگذارم اگر دوست دارید بیشتر جزئیاتش رو بدونید. جزو اطلاعات خیلی جالبیه که بهتون کمک میکنه این رابطه بین اجتماع و سیاست در ایالات متحده رو بهتر متوجه بشید. حالا البته توی این پژوهش تفاوت‌های دیگه‌ای هم دیده میشه. مثلا جمهوری‌خواها خیلی بیشتر به آزادی افراد اهمیت میدن، خیلی بیشتر به استقلال اهمیت میدن که ما وابسته نباشیم، خودمون رو درگیر نکنیم با بقیه، خودمون تو اون کشور خودمون این همه آدم هستیم، این ایالت داریم، کارمون رو بکنیم.
از اون ور ولی دموکرات‌ها به خصوص اون زمانی که داره این اتفاق میفته توی کرونا هست خیلی روی سلامت تاکید میکنن. یا مثلا از این ور میبینیم که جمهوری‌خواها خیلی روی کشور، روی پرچم خیلی تاکید دارن، خیلی دوست دارن میهن براشون مسئله مهمیه. من سعی کردم این توضیحات رو بدم، فکر میکنم توضیحات کاملی بود درباره اینکه با مقدمه تفاوت‌های بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها آشنا بشیم. نکته که میخوام بهش توجه بکنیم اینه که این چیزایی که من دارم میگم 100% نیست. توی شرایط مختلف تاریخی ما میبینیم برخلاف انتظاری که داشتیم مثلا یک حمله نظامی رخ داده که اتفاقا دموکرات‌ها هم پشتش بودن، یا یک قانون خیلی اجتماعی بزرگی تصویب شده، مثلا یک سوبسیدی فرض بکنید که تصویب شده و اتفاقا میبینیم که برخلاف انتظارمون اینها رو جمهوری‌خواها ازش حمایت کردن. اینها خیلی البته موارد استثنائیه. این چیزهایی که من گفتم به صورت کلی صادقه، ولی به نظرم بحثی که خیلی خوب میشه ادامهش داد، میشه رفت سراغش، تو ویدیوهای دیگه‌ای دربارش بیشتر صحبت کرد، این شباهت‌هایی که وجود داره هم توضیح داد که اینا تو چه مسائلی با هم مشترک هستن. خیلی ممنونم که ویدیوهای من رو می‌بینید. من توی ویدیوهایی که ضبط می‌کنم توی کانال ژورنال سعی می‌کنم درباره موضوعاتی صحبت بکنم که به نظر اینا موضوعات خیلی مهمی هستند. ما باید درباره‌شون بیشتر بدونیم و باید دقیق‌تر اینها رو بدونیم. وقتی کلمه‌هایی رو میشنویم، مفاهیم رو میشنویم، مثلا فمینیسم چیه، مثلا دموکراسی چیه، ممکنه چیزی بشنویم ولی حالا واقعا فرق مثلا دموکراسی و انتخابات چیه، یا مثلا نگاه‌هایی که به مرد سالاری در فمینیسم وجود داره اینا دقیقاً چیه، آیا همه فمینیست‌ها مثلا مثل همه؟ من توی ویدیوهای مختلفی که توی این یک سال خورده‌ای توی کانال ژورنال منتشر کردم سعی می‌کنم در مورد این موضوعات صحبت بکنم. خیلی ممنون میشم اگر شما هم توی موضوعاتی که دارید می‌بینید و میشنوید این پایین ویدیو برای من کامنت بذارید که چه موضوعاتی براتون دغدغه است. من اونها رو بهشون نگاه می‌کنم و سعی می‌کنم که از اونها ایده‌هایی بگیرم برای اینکه ویدیو ضبط کنم. همین ویدیویی که دارم ضبط می‌کنم و یکی دو تا از دوستانی که بیننده کانال بودن لطف کردن کامنت گذاشتن، به ما گفتن نزدیک این انتخابات ایالات متحده است، این در واقع دیگه الان که من دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم رقابت‌های داخلی شروع شده. گفتن که بیا درباره این احزاب صحبت کنیم که حالا من احتمالاً ویدیوهای دیگه‌ای مرتبط با این قضیه رو ضبط می‌کنم. این کار رو اگر انجام بدید خیلی کمک بزرگی به من می‌کنید. غیر از این که می‌تونید ویدیو رو به بقیه دوستانتون هم نشون بدید، لینکش رو براشون بفرستید که اونها هم اگر دوست دارن این ویدیو رو ببینن. من بجز این ویدیو یک خبرنامه متنی هم دارم که به صورت هفتگی تولید میشه. اونجا میام هر هفته 2 تا 3 تا لینک، 2 تا 3 تا پادکست یا مقاله یا چیزی که به نظر اومده جالبه در بین چیزهایی که در طول هفته میخونم اونجا اونو بهتون معرفی میکنم و شما به صورت رایگان میتونید این رو دریافت کنید در نشانی aliHejwani.substack.com. وقتتون بخیر.